میگم بچه ها 16 پرو مکس جالبه. این دکمه کنارش مثلا میای اینجوری میزنی، میتونی مودا رو عوض کنی. بعد جدا از اون نکنیم دوتا تب که میزنی اینجوری استایل داره. زوم مثلا ما میزنیم زوم و میتونی زوم کنیم. حالا من نمیتونم برای شما زوم کنم، در همین خب داره خیلی دست آدم خیلی راحت تر کرده. و خب حالا مثلا بزنیم و اینطوری عکس گرفته میشه. زوم، عکس عالیه. مثلا یه نکته حالا عکسشه و خب سایزش هم که خب میدونیم بزرگتر شده و خیلی خب موارد دیگه هم داره.